سلام، چطوری دوستان؟ حالتون چطوره؟ آقا چند روز تعطیلت خیلی دارید اشغال میکنید. از موقعی که اون ویدیو فنه رو من گذاشتم آنباکسش کردم اصلا توی کالاف نرفتم. گفتم داشت این فنه رو میگیرم دیگه، هر روز کالاف هر روز ویدیو، ولی خب متاسفانه به خاطر یه سری از مشکلات نتونستم ویدیو رو آپلود کنم. ولی خب ویدیو داریم دیگه، داشت یه روز دو روز در میون دیگه ویدیو را کلا داریم، چون این فنه رو گرفتم دیگه هیچ لگی ندارم. بچه‌ها یه هفته دو هفته قبل اینکه این فنه رو بگیرم مشکل لگ خیلی داشتم، گوشیم خیلی داشت لگ میزد، دلیلش رو نمیدونستم. گفتم داداش گوشی پوکو X7 پرو غیر ممکنه که لگ بزنه، یعنی توی کاستومای شلوغ هم اینجا داشت تلپورت میشد. میگم خب بچه توی کاستومای شلوغ هم غیر ممکنه پوکو X7 پرو تو داشته باشه لگ نزنه. ولی خب بچه مشکلش رو فهمیدم. مشکلش این بود که از تنظیمات ریکورد بد دارم استفاده میکنم. یعنی بچه تنظیمات ریکوردر رو اوکی کردم بدون اینکه کیفیتش بچه کم بشه. یعنی الان کیفیت ویدیو کیفیت همون ویدیو قبلیه، بدون اینکه بچه کیفیتش کم بشه یه طوری تنظیم کردم که 90% لگمو خیلی کم تره. یعنی با وجودی که میرفتم توی کاستومای شلوغ 70 نفره 90 نفره، جان شاتا رو داری که داداش اصلا میزون اصلا عشق میکنم. بچه خودم دارم ویدیو رو میبینم، عشق کنید بچه. این گیم پلی تا آخر بازی حتما ببینید، ببینید چطوری بازی جمع میکنیم. واقعا بازی خیلی سختی بود، اشکال نداره. اوه داداش خدا وکیلی لایکو نمیرسه. نه این لایکو پای ویدیو همین الان نزدی فشاری میشم، میرم کالافو پاک میکنم، کانالم پاک. عشق منید به مولا چشاین بچه‌ها. آره میگفتم بچه‌ها فهمیدم مشکل از ریکورد منه. داشت چرا من دارم با این کیفیت ریکورد میکنم؟ چرا من این تنظیمات ریکوردمو درست نکردم؟ به خاطر همین لگ شدید دارم بچه‌ها. الان من تنظیمات ریکوردمو کامل میارم نشونتون میدم و تک تک بهتون توضیح میدم که چی کار کنید که نه کیفیتش کمتر بشه هم با کیفیت بالا ریکورد کنید. برای اونایی هم که شیائومی ندارن یه برنامه بهتون معرفی میکنم، اونم بچه‌ها کیفیتاشو بهتون میگم. واقعا بچه‌ها برنامه خیلی خفنه، با کیفیت هم بالا میتونید ضبط کنید هم بدون لگ بازی کنید. یعنی بچه‌ها این ویدیو رو حتما تا آخرش ببینید، هم گیم پلیش به شدت سطحش بالا است، هم دیگه ویدیو آموزشی کنن. اینطوری بچه باید فرار کنین. ریلود نبودم یا ابوالفضل میریم پشته یا غافلگیرشون میکنیم، از جلوشون میایم. نایف نگی دستاش یه دونه تیر ریلود میکنیم میکنیم تو صورتش، نفر بعدی میاد اینم یه تیر میزنیم وستشو میشکنیم و گانو سویچ میکنیم میگیروش یا ابوالفضل اینم میزنیم که یهو یکی او دورو با نید کوبوندم رفتم داداش فری فایل نصب کردم. آره ولی خب دیگه مهمی اونا رو زدم، یکی دیگه از زور مفتر کرد، اشکال نره داشت. برمیگردیم میریم باز پیشوازشون میکنیم به فری فایر داداش. میزان بچه حالتون چطوره؟ دلم بچه خیلی براتون تنگ شده. احساس میکنم این چند وقت که ویدیو نمیذارم، کم ویدیو میذارم، احساس یه پوچ بودنی توی بدنم احساس کنم یه کاری انجام ندادم. با بچه‌ها سلام علیک اصلا نمی‌کنم، اصلا میزون نیستم. خدا وکیلی توی کامنت ها حتما بچه‌ها بنویسید میزون هستید یا نه. اگه میزونید که هر روز ویدیو بذارم، اگه میزون هم نیستید یه دو روز در میون ویدیو بذارم. آره بچه‌ها عشق منید به مولا. بذارید بچه‌ها از فنه بهتون بگم. قرار شد که توی ویدیو بعدی درباره فنه هم بهتون بگم که بگیرید یا نگیرید. نگاه کنید یک کلمه بهتون بگم، بی‌نظیر میزون فنه. یعنی قبلا هر فنی که من داشتم توی کاستومای شلوغ 90 نفره ریکورد میکردم، با وجودی که فن داشتم گوشی داغ میشد. الان تو بری توی کاستوم 90 نفره ریکوردم بکنی، دست روی صفحه گوشی این شیشه گوشی بزنی روش بزنی دوش یخ گوشی، یعنی روی حالت نهاییش بزنی گوشی یخ میکنه. و اینم بهتون بگم خیلی گفته بودن ای آیش مسخره است، ای آیش الکیه. نه بچه موقع گوشی یه کمی خنک میشه خودش قدرت فنه رو کمتر میکنه که به فنه و به گوشی فشار نیاد. بچه این اسکواد بالا رو ببینید خیلی فشار میکردن، هی داشتن استمارش میزدن اینطوری. بچه با بری بالا سرشون. حالا وایسید بعد بهتون میگم. اینجا یه خطی میگیره، مهم نیست آرمو رو کامل بکنی، یک ثانیه شما بیاد بیرون بگیری روش تمومه.
بعضیا مثلا میگن حتما شما باید آرمورتون پر باشه با انمی فایت میدید. نه بچه‌ها، انمی رو دیدید هر جا بگیرید روش، مخصوصا 117 بچه داشته باشید انمی تو یک ثانیه لاک میشه. اینا از نفر سوم. نفر آخرشون میخواستم بزنم که یارم فرستادشون رابی رفتن آتش رایگان نصب کردن داداش. خب آقا کجای ویدیو بودیم؟ اینجا بودیم که داشتم میگفتم ای آیش واقعیه، یعنی پشماتون میرزه تا نگیرید دست این فنر رو واقعا نفهم. نه بچه نه اسپانسرینگ نه چیزی که خودم داشتم تا الان بهترین فنی که داشتم این بوده. ولی باز کنیم باید 3 ماه 4 ماه بگذره تا ببینیم قدرتش کم میشه فنه یا نه. الان اولش که بی‌نظیر داره کار میکنه فنه، یعنی فضایی داره فنه کار میکنه، یعنی خنک کنندگیش در حد فریزر، انگار گوشه تو فریزر حتی یه لول بالاتر. ولی 2-3 ماه باید بگذره تا ببینیم چه اتفاقی واسه این فنه میفته. اینجا هم دیگه آخرین نفر رو خواستم بزنم که مش تموم شد. اینم از 27 کیل گیم پلی دارید که بریم گیم پلی بلک مارکت ببینیم. اول وایسید تنظیمات ریکوردر رو نشونتون بدم بچه‌ها. خب آقا اول صفحه گوشیتون رو میکشید پایین، میرید داخل تنظیمات ریکورد شیائومی. اولین گزینه که کار داریم وضوحه. اینجا وضوح که میزنین روش 3 تا گزینه میاد. اولش 1280 720، دومیش 800 440 و آخریش 1220 2712. اینجا شما بزنید رو آخرینش. چرا؟ این بچه توی لگتون هیچ تأثیری نره، ولی اگه بزنید روی آخرینش بازی با بالاترین کیفیت و بالاترین کندرانس نمیدونم چیه بچه، وضوح بهتون ریکورد میده، یعنی ریکورد بازیتون به شدت میره بالا. اینو حتما باید بذارید روی آخرش، ولی بقیهش براتون توضیح میدم که باید کدوما رو بزنید که لگتون کمتر بشه. این اولی که باید بزنید رو آخرینش که با بالاترین کیفیت براتون ضبط کنه. این از این. بریم سراغ قسمت دوم. خب آقا قسمت دوم خیلی مهمه. این گزینه هر چقدر بالاتر مگابایتش ببرید حافظه گوشیتون بیشتر پر میشه. مثلا در هر ثانیه 24 مگ ضبط میکنه. نگاه کنید مثلا اولینش 1 مگ بر ثانیه است، دومینش 4 مگ بر ثانیه و تا بریم تا 100 مگ. دیگه هر گوشی بچه‌ها فرق میکنه. مثلا بعضی گوشی‌ها تا 50 مگ بیشترنه، ولی خب شما هرچی اینو ببرید بالاتر فکر میکنید وضوح بچه‌ها تاثیر میره بالاتر، درسته؟ ولی خب اگه شما میخواید گوشیتون لگ نگیره و با بالاترین کیفیت ضبط بکنید و حافظه گوشیتون خیلی نگیره، باید بزن روی 24 مگ. حالا چرا میگم باید بزن روی 24 مگ؟ چرا نزن روی 50 مگ، نزن روی 100 مگ؟ نگاه کنید خود یوتیوب میاد کیفیت ویدیو رو فشرده سازی میکنه، یکم کیفیت ویدیو رو کم میکنه. شما اگه از 24 مگ نگاه کنید، مرا معرفت چه شامید به مولا، بچه میان بیوای میدن به مولا داداشامید. آره داشتم میگفتن شما هر چقدر مثلا از 24 مگ بزنید مثلا روی 50 مگ ببرید بالاتر، فقط حافظه گوشیتون رو الکی پر میکنید و باعث نمیشه کیفیت ویدیو تو ببره بالاتر، باعث میشه لگ بگیرید، چون گوشی بیشتر درگیر میشه. یا خود شاتی بهم زد الان میام داش بالا سرت، باعث میشه بچا بیشتر لگ بگیرید. اگه شما روی 24 مگ بذارید هم با بالاترین کیفیت ضبط میشه، پایینتر بزنید نه بالاتر، هم کمتر لگ میگیرید و حافظه گوشی رو کمتر مصرف میشه. تمام شده رفت. این از این قسمت وضوح، یادتون نره 24 مگ تمام. قسمت های بعدش هم که خودتون میدونید چه جور بزنید، جهتشو باید خودکار بزنید که خودش موقع مثلا گوشتون چپ و راست میکنید خودش خودکار عوض شه. منبع صدا بذارید سیستم که از خود بازیتون فقط صدا ضبط شه، از میکروفون همزمان ضبط نشه. ولی اگه بخواید وایس لایو بگیرید باید بزنید همزمان از 2 صدا مصرف شه، هم سیستم هم میکروفون. اینطوری بچه‌ها اگه همزمان بزنید صداتون به صورت لایو میشه و واکنشاتون زنده میشه. ولی به نظرم اگه بخواید با کیفیت بالاتر ضبط بشه بازیتون باید بذارید فقط روی سیستم، صدای خودتون اصلا ضبط نشه. این از این. خب آقا رسیدیم به یکی از مهمترین قسمت ها که توی لگتون به شدت تاثیر داره. شما فکر میکنید مثلا اگه بذارید روی 90 فریم بازیتون روونتر نشون داده میشه توی ویدیو. اینو من تا 2-3 روز پیشم همین فکر رو میکردم، ولی نه، خود یوتیوب کل ویدیوها رو میاد 60 فریم میکنه. یعنی شما اگه از 90 فریم ضبط بکنید هم گوشیتون خیلی داغ میشه، هم لگتون به شدت میره بالا. ولی اگه بذاری روی 60 فریم 90% هم لگتون کمتر میشه. داداش شاتا رو داری که هم بازیتون خیلی روون ضبط میشه. پس اگه بچه‌ها شما یوتیوبری میخوای ویدیو برای یوتیوب ضبط کنی
هم فشاری نشی وسط بازی گوشید لگ بگیره وسط کاستومو. داشت خدا وکیلی از موقع فنو گرفتم دارم فضای پلی میدم. میزون بچه‌ها. این از این برای کسایی که شیائومی دارن. پس یادتون باشه اگه بزن روی 90 فریم خیلی گوشیتون فشار میاد بهش. روی 90 فریم نذارید، روی بچه 100 مگ نذارید، بذار روی 24 مگ و 60 فریم. این از این بهترین تنظیمات ریکورد شیائومی برای همه و کسایی که یوتیوبرن. تمام شد و رفت. این از این واسید کاملش هم براتون بذارم. اینم از تنظیمات کاملش. حتما همینو بچینید و چیزایی که توضیح دادم و کاملا رعایت بکنید. نه بالاتر بذارید نه کمتر. کمتر بذارید کیفیت ویدیوتون افت میکنه. اگه بالاتر بذارید که لگتون خیلی زیاد میشه و گوشیتون بیشتر داغ میکنه. بریم برای کسایی که مثلا شیائومی ندارن، سامسونگ دارن. بعضی از سامسونگا بچه‌ها هست خودشون ریکورد صفحه دارن. اونا رو بچه‌ها نمیدونم، احساس میکنم برای خود سامسونگ استفاده کنید، چون میدونید سامسونگ کلا برای بازی و ریکورد کردن اینا نیست، مگر اینکه سامسونگ S25 اولترا، S24 اولترا اینا داشته باشی که بخوای باهاش گیم بزنی. سامسونگ مثلا 51 و آ اینا داشته باشی، A12 اینا بچه برای کلا بازی خوب نیست. اگه اصلا کسی سامسونگ دارن بازی میکنن ریکورد نباید خیلی باهاش بکنن، در حدی که بچه چون میدونم بچه خودم از سامسونگ قبلا داشتم، A32 بود فکر کنم، موقع بازی میکردی لگ میزد، ریکورد میکردی که لگش خیلی زیاد. کلا سامسونگ برای ریکورد نیست، برای بازی نیست. این از این. خب حالا برای کسایی که سامسونگ دارن، کلا هواوی دارن، چیایی دیگه که دارن گوشی دیگه به جز شیائومی، میتونن از برنامه X ریکوردر استفاده میکنن. الان بهترین تنظیماتش هم بهتون میگم. و این برنامه اگه بخواید از گوگل پلی دانلود بکنید یه سری از دسترسی‌ها ندارید بهش، مثلا با بالاترین کیفیت ضبط کنید و این چیزا. براتون بچه‌ها نسخه مد شده این برنامه رو میذارم که هم بتونید بی نهایت باهاش ضبط کنید. این فکر کنم مثلا بچه‌ها تا 10 گیگ ضبط کنید دیگه نمیتونید ضبط کنید. براتون میذارم داخل کانال تلگرام، هم بتونید با کیفیت بالاتر ضبط کنید، 4K و اینا. بچه‌ها این بالاترین کیفیتشو الان دارم براتون روی صفحه میذارم که چطور تنظیم کنید. برنامه مد شدهشو میذارم داخل کانال تلگرام که بدون هیچ مشکل و با تمام دسترسی دانلود کنید. آیدیش مهدی آندرلاین تل تمام شده رفت. توی کامنت هم براتون میذارم که دنبال کنید و دیگه داشت اشغال. اونجا هم کاستوما همه چی به راه داداش. چی میخوای دیگه؟ بهترین برنامه ریکوردر اینه دیگه. 2-3 تا برنامه دیگه هم هست احتمالا اونا براتون میذارم مثل همینن. اونا دیگه بچه‌ها دیگه مثلا نمیخواد اشتراک کنه، بغیر اشتراک باید بخری که باید خارج باشه اشتراکش بخری که ما تو ایرانیم متاسفانه نمیتونیم داداش. آره دیگه بچه این از این ریکورد میزنیم و شروع و تمام. دیگه برید توی کالاف ریکورد کنید از بازیتون بدون اینکه لگی یا چیزی بگیرید. خب آقا این از این تا اینجا داشته باشید تا بریم گیم پلی و بچه اولا با هم تموم کنیم و کلی بچه باهاتون حرف دارم. خیلی درم براتون تنگ شده بود، یعنی احساس میکنم از موقع ویدیو نذاشتم هم سطح بازیم افت کرده یه مدته، ولی خب سب بدید اینجا ببینید پای دراپ چه پروازی دارم براتون میکنم. اینجا چطوری بچه دست جمع میکنم براتون، عشق کنید. اینجا بچه یه کنیمی از دراپ کشیدم. بعضیا رو وان شات میکرد، بعضیا رو مثل 2 شات 3 شات 4 تا شات، یه شات دیگه بیخور 5 تا شات 6 تا شات. نمیمیره داداش، نمیمیره. اون به من میگفت سفیدی، من به اون میگفتم سفیدم. خب داداش ببینید اینجا کلا احساس کنم بچه ها هم کلا بعضی موقع مثلا نت ها بد میشه، درصد وان شاتت خیلی میاد پایین تر. یعنی شما اگه دیدید انیمی وان شات نمیکنه به خاطر اینکه شاید در اون لحظه هم نتتون بد شده، هم اتچمنت. بچه ها اتچمنت واقعا اونقدر تاثیر نداره، نمیگم نداره، داره ولی اونقدر نداره. شما هم به ایمتون ربط داره چقدر دقیق وسط انیمی شات بزنید. بعضی موقع مثلا یه 2-3 روز میشه کالاف ایم اسیستش خودش کم میکنه خودکار. مثلا فکر نکنید بازتون افت کرده، نه بچه خود کالاف کرم داره ایم اسیستشو بچه کمتر میکنه. به خاطر این هم درصد وان شاتتون میاد پایینتر، هم انیمی دیرتر میندازید. کلا خیلی بچه‌ها فشار میکنن. بچه‌ها یه مدتی دارم واسه توی ویدیو دیگه هم ادامهش براتون میگیرم. من انیمه باز نیستم بچه‌ها، یه 2-3 روزی دارم انیمه میبینم بچه‌ها، خیلی دارم حال میکنم با انیمه کنم. من آدمی بودم که مثلا میگفتم اون انیمه چیه، انیمه بچه بازی ها چیه. از موقعی که انیمه یور نیم
و اتک تایتان تو یک روز یک فصل رو تموم کردم. نه توی 2 روز، توی 2 روز یک فصل تموم کردم. آره خلاصه بچه توی ویدیو دیگه کامل میایم با هم حرف میزنیم. اتک تایتان هم بچه بری با هم تموم کنیم. اگه ندیدید برید ببینید، واقعا فیلم خفنی. آره دیگه بچه چشامی توی ویدیو دیگه بیشتر با هم حرف میزنیم دیگه. توی این ویدیو کوتاه شد. عشق برید، مواظب خودتون خانواده شو باشید. فعلا بابا.